کسب درآمد از یوتیوب ممکنه؟ اگه میشه چقدر طول میکشه که ما از یوتیوب به درآمد برسیم؟ اصلا چقدر درآمد میتونیم داشته باشیم؟ فرضاً حالا یه درآمدی کسب کردیم، چطور این پوله رو میتونیم از یوتیوب استخراجش کنیم و توی زندگیمون ازش استفاده بکنیم؟ سلام، خوش اومدید به یک ویدیو دیگه از کانال خودتون. امروز میخوام در مورد تجربه‌ام از کسب درآمد از یوتیوب صحبت بکنم و نکاتی رو توی این ویدیو بهتون میگم که ممکنه زندگی شما رو هم مثل من تغییر بده. پس تا انتهای ویدیو با من همراه باشید تا بریم سراغ بحث کسب درآمد از یوتیوب. اکثر آدما حداقل یه بارم که شده وارد یوتیوب شدن، اما خودشون شاید خیلی حواسشون نبوده. مثلا برای من موقعی بود که توی بازی گیر افتاده بودم، توی یه مرحله خیلی سخت، میخواستم ببینم که چطوری میتونم این مرحله رو بگذرونم. حالا شما هم واسم بگید توی قسمت کامنت ها که چی شد، اولین بار واسه چه موضوعی وارد یوتیوب شدید. سال 2020 من برای اولین بار تصمیم گرفتم که آقا یه ویدیو بزنیم داخل یوتیوب ببینیم اصلا نتیجه داره یا نه، درآمده، آیا واقعا چنین چیزی ممکنه یا نه. و همون یه ویدیو 13000 تا بازدید گرفت و یک کمک عجیبی کرد به کانال من که به درآمد برسه و زندگی من رو تغییر داد. تا قبل از اون ویدیو من فقط یه برنامه‌نویس بودم، اما اون ویدیو به من کمک کرد به این باور برسم که واقعا یوتیوب خیلی گمنامه تو ایران، خیلی باهاش آشنا نیستن و چطوری میتونه کمک بکنه که به جای اینکه برای دیگران کار بکنی، روی آینده خودت سرمایه گذاری بکنی، به جای اینکه صرفاً چندرغاز حقوق بگیری، کلی سخت کار بکنی، بتونی بهترین سفرها رو بری، هر وقت دلت خواست کار بکنی، هر وقت دلت خواست استراحت بکنی و تهش هم درآمدی داشته باشی که خیلی بالاست و از همه مهمتر با سقوط ریال پولی که توی جیب تو هست سقوط نمیکنه. بچه‌ها این نمودار رو میخوام بهتون نشون بدم، خیلی نکته جالبی داره در مورد یوتیوب. ببینید ماهای اولی که این کانال فعالیت کرده اینا هر کدوم یه ماهه، خب تا 12 ماه سال. به ماه اول یه بازدید خیلی کم و پایینی داشته، از اینجا شروع شده و اینجا یه جامپ عجیب و غریبی زده و ماه آخرش ببینیم 6857 دلار تونسته درآمد کسب کنه و نکته عجیبش اینه که این ماه آخر 5157 دلار بیشتر از ماه قبلی تونسته درآمد کسب کنه. شما چه کسب و کاری رو واقعا میشناسید که توی یک ماه درآمدتون 5000 دلار افزایش پیدا کنه و واقعا یوتیوب هیچ سقفی نداره واسه درآمدزایی؟ تا اینجای ویدیو اگر خوب بوده لطفاً اونو لایکش بکنید تا در معرض دید افراد بیشتری قرار بگیره. بچه‌ها این عکس رو میخوام بهتون نشون بدم، این آمار یکی از ویدیوهای کانال منه. این ویدیو بیش از 390 روز، یعنی بیش از یک سال پیش ساخته شده. خود ویدیو 16 دقیقه بیشتر نیست، اما مثلا واسه ساختنش ما تقریبا 2-3 ساعت زمان گذاشتیم. حالا با رکورد تدوین و انتشار و سئو کردن همه این موارد 2-3 ساعت ساختن این ویدیو بیشتر زمان نبرده. اما نکته جالبش اینه که این ویدیو بعد از گذشته یک سال هنوز هم که هنوزه داره بازدید به دست میاره. تقریبا روزی 150-60 تا بازدید داره با گذشت این همه زمان و تونسته 125 دلار درآمدزایی بکنه. همین یک ویدیو 500 تا دنبال کننده 2000